سلام و وقتتان بخیر. آیا می خواهید که اسم ایمیلتان را تبدیل بکنین؟ یعنی وقتی که شما کدام ایمیل یا جیمیلی که شما دارین میخواین او را تبدیل بکنین، چگونه ما شما میتونیم این کار انجام بدیم؟ به خاطر از این کار دوستان عزیز، شما بیاین وارد جیمیل شوید. وقتی وارد جیمیل شدین، در این قسمت به شما گوگل اکانت دانه برای شما نشان میده که کدام گوگل اکانت فعلا شما لاگین هستین. قسمی که شما در این تصویر میبینین، ما فعلا در ایمیلی که وارد هستم یا لاگین هستم به نام lutfullah.lutf0787@gmail.com است. وقتی که در این قسمت کلیک کردین، بعد از بیاین در گوگل اکانت آمدین. بعد از اینکه وارد گوگل اکانتتون شدین دوستان عزیز، در این قسمت هوم است، پرسونال انفو است، دیتا اند پرایوسی است. ما میریم با پرسونال انفو. وقتی با پرسونال انفو رفتین، شما از این قسمت میتونین که تصویرتان رو تبدیل بکنین، از این قسمت میتونین نامتان رو تبدیل بکنین، تاریخ تولدتان رو تبدیل بکنین یا جندرتان رو تبدیل بکنین. حتی شما میتونین که خود ایمیلتان همچنان از این قسمت تبدیل بکنین، شماره تلفنتان رو تبدیل بکنین. خب ما دیگه روش کار نداریم، میریم اول تصویر خود تبدیل میکنیم. چگونه میتونیم که ما شما تصویر خود تبدیل بکنیم؟ از این قسمت من کلیک کردم. اینجا ببینین اگر شما تصویر نداشته باشه، باز اینجا به شما نشته این باشه که ست، اما از ما از چنج می نشته است. من میرم چنج میکنم. اینجا تصاویری که از طرف خود کمپانی به من پیشنهاد میشه اوناست و شما میتونید که حتی تصویرهای گالری تلفن خودتان همچنان برین. در این قسمت اگر شما در دیوایس کلیک بکنین، بعد از این شما میتونید که دیتاها یا متصاویر خودتان که در قسمت براوز اور تیک فوتو کلیک بکنین، شما میتونید که از گالری تلفنتان یک تا تصویر انتخاب بکنید. به طور مثال من از این قسمت گالری تلفن خود انتخاب میکنم و از اینجا یک تصویر دلخواه میگیرم. هر تصویری که نیاز باشه دیگه من میرم انتخاب میکنم و فعلا تصویری که من دوست دارم که انتخاب بکنم، از این قسمت میرم این تصویر خود انتخاب میکنم و از این استفاده میکنم. که منتظر میمونیم تا عکس ما مکمل آپلود شود. بعد از او ادامه میدیم ببینیم که چی کارها را انجام داده میتونیم. خب دوستان عزیز، وقتی تصویرتان آمد، شما اینجا تنظیم میکنید که به کدام سایز تصویرتان میخواین. مثلا من به این اندازه نیاز دارم، بالا نکست کلیک میکنم و میگم سیو از پروفایل پیکچر. وقتی رو انتخاب کردم که منتظر میمونیم تا به ما شما می تکمیل شود. خب تکمیل شد، عکس ما انتخاب شد، دیگر مشکل خاص نداره. پس دوباره بک و یک آپشن دیگه همچنان بک. میبینید که تصویر ما تبدیل شد. حالا نام خودم میخوام تبدیل بکنم. از این قسمت شما میتونید نامتون رو چنج بکنید. دوستان عزیز، نام و ما شما همون نامی است که شما اگر در گوگل میت میخواین، اگر در کدام جلسه جوین شین یا مثلا به کسی میخواین ایمیل روان بکنین، اونجا نام شما نوشته میشه. و در ضمن از این هر جایی که شما با ایمیلتان وارد شین، اونجا نام شما نوشته میشه. پس به این خاطر شما میتونید نامتون رو چنج بکنین. در این قسمت میتونید شما انتخاب بکنین که هر نامی را دوست دارین. پایینتر میایم میگم سیو. وقتی بالای سیو کلیک میکنم، همین نام ما به می تبدیل میشه ان شاء الله. خب دوستان عزیز، قسمی که شما میبینید تصویر من همچنان تبدیل شد و در کنارش نام ما هم تبدیل شد. حالا اگر من پس دوباره برم به خود کجا ایمیل خود برم، شما در اینجا ببینید که نام و تصویر ما چنج شده. من دوباره به جیمیل خود آمدم و در این قسمت شما ببینید که تصویر ما است و در کنار از این نام ما همچنان تبدیل شده. از به این قسم شما میتونید دوستان عزیز اسمتان تبدیل بکنید. در کنار از این تصویرتان هم تبدیل کرده میتونین. اگر ایمیل شما هم بدلتان است، قسمت پایین که به شما راهنمایی کردم از اونجا همچنان میتونید ایمیلتان شما چنج بکنید. با امیدی که به شما این موضوع موثر تمام شده باشه. دوستان عزیز، لایک، سابسکرایب و فالو کردن فراموشتان نشه. اوقاتتان خوش.